با سلام، بنده مسئول ستاد برگزاری انتخابات هستم و با افتخار این مژده رو به امت همیشه در صحنه میدم که امسال مثل همیشه انتخابات بسیار با شکوهی برگزار خواهیم کرد. همه سازوکارها اندیشیده شده. ستادهای انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی، به تعداد نفرات واجد شرایط ما تعرفه رأی چاپ کردیم. رأی‌ها با امانت شمرده خواهد شد و به فرموده مقام معظم این حق الناس هست. مرحله اول سیل نامزدهای انتخاباتی برای ثبت نام مراجعه خواهند کرد. هر کی خواست میتونه بیاد و شرکت بکنه. در مرحله بعدی شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها رو اعلام میکنه و اونها میتونن تبلیغات خودشون رو شروع کنن. بعد میرسیم به روز رأیگیری که دیگه اون حماسه خلق میشه. حماسه میلیونی خلق میشه و میلیون ها نفر میان و بلافاصله بعد از شرکت اونها شمارش آرا شروع میشه. وقتی که کامل شمردیم رأی‌ها رو میرسیم سطل آشغال. رأی مقام عظمای ولایت رو باز میکنیم. هرچی بود همونه. هرچی بود همون رو اعلام میکنیم. یعنی قبلش هرچی بود کش. حکم مقام عظماست. هیچ صحبتی هم نداریم. یعنی همه. ولی من درخواستم اینه که حتما پای صندوق‌های رأی بیایید و در این حماسه اقتدار شرکت کنید. با تشکر. خوب شد؟ ببین این تیکش که خندیدم تو ذوق نزنید، بعد نمیفهمم که تو سرعت زیاد چیز نمیشه. خیلی ممنون.